الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های معزز و گرامی سلسله درس های بینش و بصیرت اسلامی، خداوند متعال را سپاسگزار هستم و تشکر می کنم که توفیق حضور در محضر گرامی شما لطف فرمود. عزیزا، در این جلسه می رسیم در واقع به نتیجه و ثمره اون درسی که چند جلسه بیشتر ما شما را در بر گرفت، انسان در جهان بینی اسلامی. در این درس میاییم و روی این بحث میکنیم که یک انسان سلیم شوه چه علامت داره و انسان ناسلیم چه علائم داره. انسان سلیم واقعا وقت سلامت میابه که قلب سلیم داشته باشه، دل سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه اولادها و نه مال برای انسان نفع میرسانه مگر کسی که در محضر خدا جل جلاله با قلب سلیم، با قلب پاک از آلودگی ها و امراض ظاهری و باطنی، بخصوص امراض باطنی، اونهایی که در جلسات گذشته نام گرفتیم، کفر و شرک و نفاق و انانیت و خودخواهی و تکبر و تعصب و حرص بیجا و سایر موارد. الا من اتى الله بقلب سلیم. و زمان این قلب از این حالت پاک میشه که انسان هم رشد روحی پیدا کنه، هم نفسش تزکیه شود. تزکیه نفس به وجود بیاد، رشد روحی انسان پیدا کنه. وقتی نفس تضعیف شد، تزکیه شد، رشد روحی آمد، این انسان سلیم میشه. چشمش در راه خدا در حال حرکت میشه. همون که حدیث مشهور پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که انشالله حدیث قدسی است که حالت بنده طوری میرسه که خدای بزرگ من چشمش میشم با او میبینه، من گوشش میشم با او میشنوه، من دستش میشم با او اعمال انجام میده و پایش میشم با او میره. این حالت است عزیزا که وقتی پشت تلسکوپ عقل قوی روحانی قرار گرفت، سنجش ها، طرحها، تفکرات، تصورات، طرز دید و بینش انسان همه‌اش خدایی و ربانی میشه و الهی و خیابان زندگی انسان به سوی تقواها و طهارتها خدمت به خلق الله میشه. انسان الگو میشه، انسان ممثل اخلاق اسلامی و ایمانی میشه. این زمان میشه که انسان به یک شناخت کافی و لازم از خودش، از هستی و کائنات و طبیعت و تاریخ و بخصوص از خالق هستی جل جلاله شود. داره یک بینش و بصیرت دقیق و عمیق مطابق به پتانسیل ها و ظرفیت های انسانی که ذات اقدس الهی به ایراد است. از این جهت علامت انسان سلیم چیست؟ یک تا علامت داره ولی نهایت برجسته، جامع و مانع. انسان سلیم به کسی مخاطب میشه یا کسایی را گفته میشه که از همچو انسان و یا افراد جز خیرخواهی و نیکخواهی به خود و بیگانه کار نابجا از او دیده نشود. الله اکبر.
از چنین انسان جز خیرخواهی و نیکخواهی به خود و بیگانه کار نابجا از او دیده نشود. این انسان دیگر خیرخواه شده است، از شعبه خودخواهی و تکبر بیرون شده، در شعبه خیرخواهی، ایثار، فداکاری، دلسوزی، شفقت و ترحم بر دیگران بر همه خلق الله در رأسش انسان ها. انسان شده نارام است به خاطر دیگران، نه به خاطر خودش. آرامی خودش را فدای آرامی دیگران میکنه. انبیاء علیهم السلام همینطور انسان ها بودن، جز خیرخواه و نیکخواه به خود و بیگانه از اونا دیگه کار نابجا دیده نشده است. حتی نقل کاذب هم نیست. این دیگه امون صفتی است که در اینا تحقق شده است. و سیاست و استراتژی حیاتی و زندگی انبیاء علیهم السلام ای بود، یعنی ایثار، فداکاری خستگی ناپذیر، قربانی دادن در مسیر خدا جل جلاله. ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، انسانهای ناسلیم، ناسزا، ناشایسته و ناخلف و ناصالح تعداد زیادی از انبیا را به جرم این که برایشان خدمت میکردن، دلسوزی و شفقت و هدایت میطلبیدن، کشتن، از بین بردن بغیر حق. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم واقعا چنین انسان بوده، جز خیرخواهی و نیکخواهی به خود و بیگانه کار نابجا از او دیده نشده. انسان های سلیم این چنین صفت داره. وقت صبح میشه هم و غم دیگران در قلبش دوران داره، نه تنها از محیط و ماحولش، نه تنها از کشورش، نه تنها از امت اسلامی، بلکه حتی به جهان کفر هم می اندیشه و خود را مسئول می دانه. خیرخواهی ها بسیار زیاد است، لکن عالی ترین خیرخواهی و در رأس همه خیرخواهی ها ارتباط دادن انسان ها به ذات اقدس الهی، معتقد و باورمند شدن انسان ها به ذات واحد لا شریک، هدایت انسان ها در رأس همه خیرخواهی ها قرار دارد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم حریصا علی هدایت الناس، بسیار حریص بود. قلب مبارکش و مطهرش شعله های گرم و بی طاقت جهت هدایت بشریت دوران میکرد. عزیزا، انسان سلیم روزم در خیرخواهی دیگر است، خودم فراموش نمیکنه، ولی از خود که به دیگران می اندیشم. هم در بود و آسایش خلق الله می اندیشه، هم در بود و آرامش خلق الله. آسایش که آب و نان و کار و اقتصاد، بیچارگی ها، مظلومیت، بردگی، کمبودی ها در احتیاجات اولیه، و هم در بود و آرامش انسان ها که اون تنها توسط ایمان و هدایت و توسط ارتباط داشتن به ذات اقدس الهی به شهادت کلام الله مجید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چهره های سلیم انسانی این گونه هستند. از این خاطر عزیزا، صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این گونه انسان ها بودن، این گونه چهره ها بودن.
همه ایشان را ببینین خیرخواهی هایشان به کدام حد. رسول ما صلی الله علیه و سلم وقت رحلت می فرماید اسلام صرف در جزیره عرب است، هرچند هم میدان بسیار وسیع، ولی دین جهانی است. هدی للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدی للناس، هدایت برای کل بشریت. این هدایت باید رسانده شود. این کس میپذیره نمیپذیره بحث جداست، ولی باید رسانده شود. بلغ ما انزل الیک من ربک. این شاگردهای ممتاز و اول نمره مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همت عالی و با خیرخواهی که دارند، چون انسانای سلیم هستند، اسلام را به اکناف و اطراف کره زمین پخش میکنند. با فقر و بیچارگی که موجود بوده، با کمبود و یا حتی نبود لوجستیک که روز ما تعریف میکنیم، با کمبود منابع غذایی و امثال از این، با کمبود وسایل تکنولوژیک و ترانسپورتیشن انتقالات، اسلام را با بنیاد خیرخواهی دعوت به سوی خدا و اله کلمت الله به اکناف اطراف زمین پخش میکنن تا و کلمت الله هی العلیا، اله کلمت الله صورت بگیره، نام خدا بلند شود. متوجه باشیم خدا نامش را بلند میسازه، اما من و تو بخواهیم که من و تو را وسیله بسازم در این کار، تا در این جریان بوده باشی تا خدا بزرگت کنه و انسان بگردی که در تاریخ دیگه فراموش نشی. عزیزا، و انسان سلیم کار نابجا هم از او دیده نمیشه. کاری که عبث است، بیهوده است، فوائد ندارد، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. از زیبایی اسلام یک شخص، مسلمانی یک شخص، چیزی است که فواید و مقاصد بر او مرتب نمیشه. از این جهت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. حتی زبان باید بیجا مورد کاربرد قرار نگیرد. کسی که ایمان به الله و پیغمبرش دارد صلی الله علیه و سلم، یا از زبانش تولید خیر شود یا ساکت بنشینه. بیجا حرکت کردن، بیجا سخن گفتن، بیجا خنده کردن برای نائب خدا جل جلاله نمیسازه و انسان سلیم چون این عادت نداره. کار نابجا از او دیده نمیشه. والذین هم عن اللغو معرضون، یکی از صفات مؤمنین حقیقی و انسانهای سلیم است که از لغو، از عبثیات اعراض میکنن. پس دوستای عزیز و نهایت گرامی، انسان سلیم چون این اوصاف می داشته باشه. امیدوار هستیم ذات اقدس الهی برای همه ما و شما صفت خیرخواهی نصیب بفرماید. رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرماید کسی اهتمام نمی کنه، کسی صبح کرد و اهتمام به امور مسلمین نکرد، از جمله ما نیست، لیس منا. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین لیس منا. کسی صبح کرد اهتمام به امور مسلمین نکرد، به انسجامشان، به مشکلاتشان، با مصائبی که دست و پنجه نرم میکنن، با مظالمی که مواجه هستند، با مفاسدی که در محیطشان ایجاد شده و چتر زده، توجه نکرد، به تغییر نیندیشید،
پیغمبر میگه جمله ما نیست صلی الله علیه و سلم. خدا حفظ ما کنه عزیزان. این خیلی خطرناک است. از این جهت بیاین کمی تصور کنیم در زندگی ما چند فیصد انسان‌های خیرخواه بودیم، چقدر خیرخواهی داشتیم. وقتی بر سر صندلی نشستیم لحظات بعد سکوت کرد و اندیشید که ما در طول عمری که گذرانیدیم 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کم و بیش چقدر مصدر خیر برای اجتماع ما شدیم، چقدر مصدر خیر برای هم نوعانم شدیم، چقدر سبب ترحم به خلق الله در مجموع ما قرار گرفتیم. قسم به خداست که اکثر انسان ها واقعا از روی حقیقت اگر وارد شوند اینها به خود نمره کامیابی داده نمیتونند. به دلیل از این که اگر خیرخواهی می بود، اگر دلسوزی می بود، وضعیت جاری بر جهان اسلام مسلط نمی بود. به حکم و تعاونوا علی البر و التقوا. کجاست این تعاون بر بر و تقوا؟ اگر می بود این مظالم چی میکنه؟ این مفاسد چی میکنه؟ این اشغال، این استثمار، این بی‌عدالتی، این موجودیت تبعیض، تعصب، خودخواهی ها، خودمحوری ها و حتی برعکس حالت را میبینیم. در تخریب دیگران نفع خویش را، نفع خود را جستجو میکنیم. در نابودی دیگران بقای خویشتن را جستجو میکنیم. این نیست سلامت. امیدوار هستیم با درک این درس ها و این تئوری سلامت انسان بتانیم تصمیم مجدد به حال خود گرفته بتانیم تا بتانیم مسیر خیرخواهی را بپیماییم و اگه انسان سلیم شویم. چون فرصت جلسه ما رو به اختتام است، علائم انسان ناسلیم که 4 تا علامت داره ان شاء الله که در جلسه بعدی به خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. الی اللقاء. السلام علیکم و رحمت